بی ربط، اما الان بخوام بیارمش تو این بحث یه چیز بی ربطی میشه واقعا، دیگه از این اصل بحث خارج میشیم. اون چون خودش مثل یه درختی که یه شاخش خوش 2 تا درخت باشه میشکنه حتما، اون یه بحث جدی تریه. جدا انشالله راجع به صحبت میکنم. خب و نشانه قرآنیش گفتم. این دفعه میخوام برم توی تورات، میخوام برم تو تنخ تورات نه بویم نبوت ها خ یا که کتبیم یا خطبیم کتاب ها 39 تا کتاب با هم دیگه میگن تورات. حضرت حزقیال 40 تا 60 سال قبل از جناب کوروش بوده، 22 سال پیامبری میکنه و نهایتا در همان بابل هم از دنیا میره. الان قبر مطهرش هم در عراق. ایشون خیلی پیامبر عجیبیه، یعنی پیشگویی هایی که داره از این خدمت شما عرض بکنم کسایی که معتقد به یوفو ها و نمیدونم اینا هستن هم به ایشون استناد میکنن تا بیاید این طرف. خب و آره آدم عجیبی بوده دیگه، چون پیشگوییاش خیلی خاصه. ایشون در مورد یأجوج مأجوج 38، حالا ما فارسی داریم میگیم یأجوج و مأجوج، اونا میگن گوگ و جوج و مأجوج. در مورد جوج و مأجوج، حالا من از این مصطلح میگم یأجوج و مأجوج چون مهمه، همین یه کلی چی عوض میکنه. 2 بخش 2 باب داره، 38 و 39 حزقیال. من کلشو